این هم از لوبیا چیچی. چاقو پیدا بودی؟ این هم از پاچه باقلا. برای همیشه ایده 500 تومن نماره بکش جا نمیره. چی دیگه؟ ایده 500 تومن چی دیماره بکش. الو ایده 1 میلیون تومن نماره بکش. نه آقا تو یه زنگ نزدی. غلطش. او بار هنوز تو داری؟ او یه بار من بخورم کلی 75 شما. باشه خدا بخانه نشیم مگه تو انا چرا بگو دیگه 1 تومن. هیچ مشکلی نیست. قربونت برم. باش مگه من ناراحتی نیست فیلم کوتاه گیرم دارم. از شما نگیرم فقط از باقلا گیرم دارم. بلند شد. اما چی بیایی؟ همون دانه داره ها. شد بردم. داماد گیا. آقای بنا پرتقاله هایده 35 ویزنی 2 کیلو چشم. قیمت بزن خورا های بیزیرم بوده 35 ایده 3 بزن ایده 5 بیزیرم بدنی باخنی چرا تو چشم. به 77 تومن بلند میشه. باش کارت کشی آقا جانمون بیمیرم. دست شما در شد بردم. نه اون بیدیم براش خدایی خوب. حالا خودی مخونیم که پلاسی بودن نوعی نه بگوره. نه بنده خدا بگو گفته نه انا پنگ. 500 تو. بله عالی بعد امروز بزن بارش موقع نارنگی آوردی نه بودیم نمیگه نمیگه خب صبر بگو. عالی. آره بابا دست بجیم میدم اون دانه داره. خدا نخیر بوده. خدا نخیر. اما پرسه بخوابید. نوکر. زایی دمش کرد. خوش کسی خوش. آره. چرا خوشیت؟ بگوره. 470 تومن. بعد خوش. یه جور سه جور قاطی داره قاطی. درست. اما یه تیتسی یه خودو بجورته وری خوی زنی. کور زنی. دستی هم باید بیام. دست دانو. دمات گرم. برو کیلویه دست دیگه بیمیم. آقا برو کیلویه yani ide bası çelton ide bası çelton بسی ne kadar para ye bana bir de bir yani şey ne dedi yalla ya hafta da konuş این نگاه هم اونجا 1 تومن بیه. اگه بدبو فنگیره اون دانه داره خدایی. نه آقا نسبتی دارم نشید. 80 خوش. مالی. مال زیاور.
اینم اتمام کارمون. لوبیا چیتی تازه. اینا هم تر بود، من برداشتم تازه بود. ببینید چقدر درشته. اینم پاچه باقالی. اینا رو من با پوست بسته بندی کردم، فقط به این دلیل که وقتی که با پوست بسته بندی میکنم و فریزر میذارم میارمش بیرون وقتی میخوام اون روزی که نهار باقالی قاتق درست کنم و راحت پوستش گرفته میشه، چون که یخ زده یه آب بهش میزنم راحت پوستش خیلی در از 10 دقیقه پاک میشه و خیلی سرعت کارم بالاتر میره. ولی اینجوری پوستش خیلی سخت گرفته میشه، سریع هم خشک میشه. ولی اونجوری خیلی راحت تر من میتونم پوستشونو بگیرم. چون با پوست بود یه مقدار بسته هامو بزرگتر گذاشتم، پوستشو که بگیرم دیگه خیلی حجمش کمتر میشه. اینم که لوبیا چیتیه خوشمزه ما. به به، جای همتون سبز، برای همه برکت باشه دوستان.